دختر زیر یک 4 نفر دختر شد. صدای میشنید و صدای گریه میشنید و خلقه میشنید زیر زمین. شنبه 15 میزان سال 1402. شهروندان هرات صبح امروز را همچون روزهای دیگر بر روال آن آغاز کرده و زندگی در این شهر به شکل نرمال جریان دارد. شهر پر جنب و جوش است و هر کدام از شهروندان مصروف کارش می باشد. اما حوالی ساعت 11 صبح امروز ناگهان زمین لرزه شدید 6.3 درجه ریشتری آرامش باشندگان هرات و برخی از ولایت‌های همجوار را برهم زد. همه باشندگان مرکز هرات خانه‌هایشان را ترک کردند و با نعره‌های الله اکبر بر روی جاده ها آمدند. هیچ کس نمی‌داند تا هنوز پشت این اتفاق چه چیز دیگری وجود دارد. مردم در جاده های هرات سراسیمه‌اند و هر کدام تلاش دارد تا خود را از خطرات احتمالی زمین لرزه نجات دهد. در این زمان چیزی دیگری به ذهن نمی رسد جز این که باید به شفاخانه مرکزی رفت و در مورد تلفات این زمین لرزه معلومات گرفت. دکتران در شفاخانه حوزوی هرات تا حد توانشان آمادگی های خود را برای درمان مجروحین این رویداد گرفتند. تعدادی از زخمی ها از مناطق نزدیک به شهر به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده و دکتران در حال تداوی و درمان این زخمی ها اند. حوالی ساعت 2 بعد از ظهر تعدادی از باشندگان ولسوالی زندجان زخمی‌هایشان را به شفاخانه مرکزی انتقال داده و از وقوع زمین لرزه این گونه روایت می‌کنند. ما مرحله اول زمانی که زلزله رخ داد به مکتب بودیم، سر صنفا بودیم تا تونستیم بالاخره بچه‌ها از صنف بکشیم و بیرون کشیم. خوشبختانه که در بچه‌ها یا شاگردان مکتب چیزی نشد، اما زمانی که بیرون آمدیم چون خانه‌ها گلی بود، اکثر خانه‌ها لمبیده بود و داخل سرک گرفته بود، موتر و چیزی رفت آمد کرده نمیتونست. زخمی‌ها خیلی زیاده، خصوصا در منطقه شکیبان مروی و منطقه میمزک و منطقه تاجیکی خیلی زخمی‌ها زیاده. به کلینیک رسوندم منتها کمک‌های اولیه کمتر بود. امیدواریم که مسئولین خیلی زودتر بتونن اینجا حداقل کمک‌های اولیه برسونن. آمبولانس چون راه بند بود از منطقه موتر رفت آمد کرده نمیتونه. امیدوارم که تا مسئولین حداقل آمبولانس و موترهای اونجا به روان کنن تا بتونیم که همون زخمی‌ها رو بکشیم. صدای گریه و فریاد بازماندگانی که زخمی‌هایشان را به این شفاخانه منتقل کرده اند قابل تحمل نیست. لحظه به لحظه آمبولانس ها تعداد زیادی از کودکان، جوانان و خانم هایی که در اثر این زمین لرزه زخمی شدند را به شفاخانه مرکزی انتقال می دهند. یک شنبه 16 میزان 1402. قبل از طلوع خورشید به منطقه آبسیای ولسوالی زندجان آمدیم، مکانی که مرکز زمین لرزه عنوان شده است. صبح امروز نور خورشید بر خانه‌های ویرانه و جنازه‌های گیرمانده در زیرآوار می‌تابد. در این قریه
تمامی خانه ها با خاک یکسان شده است و این قاب عکس که بر روی دیوار این خانه ویران شده باقی مانده ممکن است یادگاری باشد ابدی، زیرا در این خانه هیچ فرد نیست که در مورد زخمی و جان باختگانشان سخن بگوید. مسئولان، شهروندان و تیم‌های مختلف نهادهای مددرسان با بیل و کلنگ تلاش برای بیرون کشیدن جنازه‌های گیرمانده زیر خاک دارند تا آنان را دوباره به خاک بسپارند. یک تن از باشندگان قریه آبسیای ولسوالی زندجان که بیزای فامیل و بستگانش را از دست داده در این مورد چنین میگوید: گرش دادم که گرش تا رومو بگشتیدم دو لخت دادی بر بیام هم که بیام دوباره دیگه نتونستیم او بر بریم یا ای بر بریم خود مطابق بچیم جوام درخت بمونده یک کودک هم همونجور برداشته دیگه 6 تا دیگه اونجا موند 2 تا مون چرا برار اونجا شد اونا رو هم از اونجا کشیدن دیگه اونا رو هم بود به شهر برد حال میتا هر دوماد ما خود دختر مرد داره 7 تا بهم یک خانوار بهم یک جای هر 7 تا فقط یکی نمونده هر 7 تا دختر من بود خیلی بچه هم بود دختری با سرا خانواده مگه بود دوماد من او سرا او بره او به شهر برد حال میتار هر 7 تا بردن از ما هم او برد دوماد ما یکی هم می برار ما رفت شهر میتار او بود ما خود نتونستیم خود پرتو بودیم نتونستیم بخیر انا 7 تا بود 2 تا ازی بود 6 تا از ما بود اینا هم بهم یک لی بود از ما میگم یکی 12 ساله بود یک بچه 8 ساله بود یک دختر 6 سالی بود اینا از یک دختر 3 سالی بود که همه رو کشیده دیگه یعنی میتونه از 14 تا به 10 ولی میتونه همین بر بود اینا به میتونه خونه بود نه همکاری کس خبر نبود هر که بونجا خوبمون میگم ما همیشگان بیل هم نبود نی بیل بود که ما بیل بداشتیم بیل هم بزیرش همیشگان نخونه کشیم تا یک سراشو مالون که یکی دوباره دیگه بکشیدیم تا نمازدیگر تلفل تاریک شد آخر هم یکی که عمر صبح عمال کشیدیم همین تو میگی پول خونه دیگه هیچ کس نماد بعد از پیشین مردم بیامد که بیامدم دوباره مرکز ای بره او بره اینجور بامد لودر هم که نرسید او غلم بره بیزی غلم یکی بیزی غلم دیگه بیزی غلم در چند کیلومتری آبسیا قریه دیگر به نام کشکک یاد می شود که این قریه نیز به صورت کامل در اثر این زمین لرزه تخریب گردیده است. تعدادی از باشندگان این محل با بیل و کلنگ در حال کندنکاری قبر برای جگرگوشه هایشانند. ابو زیاد زخمی شده و شهید هم زیاد دادیم ولی خیلی مشکلات زیاد بود دیگه فامیلا غلط زیاد بود دیگه خودمون 3-4 تا زخمی شد یه خانم تازه 3-4 ماه میشه عروسی کردیم تازه سارا درست کرد رفتی تو سارا رفتی خانم شهید شد خودمون تنها بمونه یک دختر زیر یک 4 نفر یک دختر شد. دوشنبه 17 میزان 1402 قرار است در این مکان تعداد 300 جنازه به صورت دست جمعی به خاک سپرده شود. اینجا همان منطقه آبسیای ولسوالی زندجان است که تمامی خانه ها تخریب، هزاران تن زخمی و صدها تن دیگر تنها در این قریه در پی این زمین لرزه ناگوار جان باختند. ملا برادر معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت نیز از کابل به هرات سفر کرده تا در نماز جنازه جان باختگان زمین لرزه اشتراک نماید.
در این حال کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان نیز تشکیل گردیده و مسئولان این کمیسیون برای آسیب دیدگان زمین لرزه وعده همکاری و رسیدگی به مشکلاتشان را می‌دهند. بنیادی خانه هاست چی از این وقت که موقتی کمپا جور میشه و آینده یک اساسی بنیادی خانه ها به شما جور میشه. شما مطمئن باشید شما رایت نمیمانه، حتی اگر از دیگه ممالک یا خیلی موسسا و همکارا اونا چی کمک میکنه و در غیر امارات به خود به سر خود هم شما رایت نمیمانه. شما مطمئن باشید. ساعت 8 دوشنبه شب 17 میزان است و ملا برادر با حضور شماری از مقامات حکومتی و مسئولان محلی هرات اینجا در سالن کنفرانس ولایت هرات کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرده و در مورد ارقام و آمار جان باختگان، زخمی ها و خسارات مالی این زمین لرزه معلومات ارائه می کند. اول یقینا پدې زلزلې له امله په یاده سیمه شاوخوا چې ما کوم کلي بیا ولیدل، تقریبا چې د هوا د لارې زه پر وګرځېدم خو ډېر د افسوس حال و. تقریبا دغه 10 کلي چې ما ولیدل خو د دغه بیا نه وه چې بیا د انسان ګزاره پکښې وکړي. په بشپړ ډول بعضې د خاورو سره خاورې سوي وه او شهدا چې څه ناڅه معلومات ما ته وسوی احصایه چې موږ ته راکړل سل تقریبا تر 2 پورته شهدا سوي دي او تر 2000 کسانو پورې به تقریبا زخمیان سوي. و الحمدلله دا کم شهدا نن اخري دغه وشاد پلټنه خو اوس هم روانه ده په هغه ځایو کې ځای به داسې وي چې څوک په تر خاورو لاندې پاتې وي، خو په هغه پسې پلټنه روانه ده الحمدلله. خو زخمیانو باندې هم چې موږ کومه پوښتنه وکړل تقریبا ډېر مریضان تداوي سوي وه، معمولي ډول چې وه هغه بیرته رخصت سوي وه او څه ناڅه چې ما ولیدل هغه اوس هم ډېر ښه تر هر څه تر دواو تر خوراکیو تر هر څه پورې الحمدلله ډېر ښه خدمت یې سوی و. خدای پاک دې زموږ والي صاحب محترم او کوم نور ملګري چې په دغه کې برخه اخیسته وه د دې خلکو یې ډېر ښه خدمت کړی و. او میگوید که در این رویداد بیش از 1000 تن جان باخته و بیشتر از 2000 تن دیگر زخمی شدند، اما مسئولان صحی در شفاخانه ها آمار بیشتری از زخمی ها و جان باختگان این رویداد را بیان می دارد. سه‌شنبه 18 میزان 1402 قریه یابسیا مرکز زمین لرزه هرات. تعدادی از زخمی شدگان دوباره به سمت خانه های ویرانهشان برگشتند و در زیر خیمه های سفید رنگ در سوگ از دست دادن اعضای فامیلشان نشستند. آسیب بسیار دیدم. از خودم یک دختر شهید شده، از این پسرمون 7 تا 8 تا شده، از دیگران همیت خونه هم که از اکثر به زیر خاک یکسان شد. ما 10 نفر خانواده بودیم، 5 نفر خانواده بچه بود، 3 تا می شهید دادم، یک خانواده بچه میدم، خودم تپیم، این دختر می پیش کسته، این دختر می مریض شد، 3 دختر خورم از دست برد. صدای میشنیدم، صدای گریه میشنیدم، خلقه میشنیدم، او بوده بقیه میشه شد. با کل کوشش و تلاش مر بکشید تو بیامدم به سراغ حسین کردم، پاشر بدون نمیتونستم اینجا هم بدر کردم، مید بدر کردم، دخترها دیگه من میچگم.
چهارشنبه 19 میزان 1402 ساعت 5:11 صبح امروز هرات بار دیگر شاهد زمین لرزه شدید 6.3 درجه ریشتری گردیده است. مردم بار دیگر وحشت زده شده و همه با هم با نعره‌های بلند الله اکبر میگویند. بار دیگر به سمت شفاخانه مرکزی هرات می رویم. عبدالرحیم یک تن از آسیب دیدگان دومین زمین لرزه شدید در هرات است که خانم زخمیش را به شفاخانه منتقل نموده و در این مورد چنین می گوید. ساعت 4:10 بود که نمی خانم بلند شد از خو گم خو دیدم همی غریه از بین میره. من گفتم نه هیچ گپی نه، ان شاء الله راماش تا خون آذان بده نماز بخونه. ساعت 5:10 بود که وقت نماز بود که ما سیم بلند شیم به نماز که زلزله شد. ما خدیم بچه دو ماه خود بیرون انداختم. خانم مامون بعد تا دم در رسید و افتاده بود. انو را آوردیم به شفاخانه اوزایی. همسایه‌ها همه بیرون بود، کسی نبود به داخل. ولی خونه به قابل نشست به 60 خونه که ما اینجاییم به گنده و ما نداریم قابل نشست، همش تخریب شده. فقط خانم از سر کمر. زخمی شده های این زمین لرزه نیز زیاد به نظر می رسد. آمبولانس ها و موترهای شخصی پشت سر هم زخمی ها را به شفاخانه مرکزی هرات انتقال می دهند. چندین پس لرزه دیگر ما شاهد بودیم طی مدت چند روز. متاسفانه امروز صبح ساعت اولیه 5:10 حادثه زمین لرزه مجدد رخ داد که در اثر این زمین لرزه به تعداد 117 نفر مصدوم شدند، یعنی تا اکنون تعداد 117 نفر مصدومین به شفاخانه اوزایی و شفاخانه خصوصی انتقال شده. از بین این تعداد افراد یک نفر از اینا یک خانم هست که واقعی فوتی داشتیم. به تعداد 5 واقعی ما افرادی هستند که نیاز به مرکزهای مجهزتر برای درمان و تداوی ضرورت دارند که هماهنگی‌های لازم برای انتقالشان به مرکز کاشور به نسبتی که امکانات فلوروسکوپ اینا نیاز دارند به منظور درمانی که هست هماهنگی‌های لازم انجام شده که از طریق پروازهای نظامی به کابل انتقال بشه. مؤسسات همکار در سکتور صحت، تجار و خیرین و تیم رهبری صحت عامه و شفاخانه شدیداً تلاش میکنند. حمایت‌های خوب مردمی و مؤسسات وجود داشته، ولی از اون جایی که تا اکنون ما از روز اول حادثه مجروحین و مصدومین انتقال میدیم و همچنان در حال انتقال اجساد هستیم و پس لرزه‌های بعدی که اتفاق افتاد برای ما حادثه آفرید، مجروح داریم. مطلقاً حمایت‌هایی که تا اکنون انجام شده خوب بوده، ولی نیاز بر این است که حمایت‌ها و کمک‌ها از طرف جامعه بین‌المللی و همچنان نهادهای خیرین صورت بگیره. باشندگان هرات نیز به خاطر نجات جان خود و فرزندانشان خانه‌های خود را ترک کردند و به پارک‌ها و محیط‌های آزاد رفتند. آنان نیز از یک سو ترس و هراس از زمین لرزه را دارند و سوی دیگر از نبود سرپناه معیاری و امکانات مورد نیازشان ابراز نگرانی می‌کنند. دیگه به خاطر این زلزله که اینجا از روز شنبه ما اینجا آمدیم و کلا مردم تضرر شدم باعث شده که مردم اینجا بیان و یک دیگه به خاطر از اینکه مردم فعلا ترس دارن از حول دارن چون سلسله می زلزله وقوع میه باعث میشه که به خانه خود نرم. ترس دارم از خانه که مثلا میگم برای ما دیگه بیاریم ظرف بیاریم یا چیزی پخته کنیم. ترس از اینه که میگم خدا نخواسته پس اون حادثه رخ نده. باید فقط خواهش ما از دولت همینه که کمک‌های صورت بگیره به اینا که مثلا لافت دیگه چیز غذای برای از اونا تهیه کنه که این نفرها خیلی مشکل دوچارم
و خود ما از شنبه که ساعت 11 چیزی بود که ما زلزله شروع شد، یعنی ما آمدیم اینجا، کلا همین مردم همینجا هم از شنبه تا همینجا هم. خب دیگه یکی هست مثلا خیمه داره، خیمه خاص از 100 تا باز یک 10 تا ندارم. یعنی ما از دولت خواهشمندیم که جدا رسیدگیش بر از اینا. هرات هنوز هم پس لرزه های شدید و خفیف را تجربه می کند و این زمین لرزه ها در حال تکرار است. پنجشنبه 20 میزان 1402. علاوه بر زمین لرزه که تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را در هرات بر جای گذاشت، عصر امروز نیز طوفان و خاکباد شدید از سمت منطقه زمین لرزه شده به طرف مرکز این ولایت در حرکت است. مردم این شهر بیشتر از پیش وحشت زده شده و نه راه برای نشستن در خانه هایشان دارند و نه هم بدون سرپناه می توانند اینجا در زیر خاکباد و طوفان شب را سحر کند. جمعه 21 میزان 1402. قریه آبسیاه. آمدیم تا احوال آسیب دیدگان زمین لرزه را جویا شویم. اکثر خیمه های این باشندگان در اثر شدت باد واژگون شده است. علاوه بر آن که بازماندگان زمین لرزه در این قریه در غم و اندوه از دست داده هایشانند، از سوی دیگر سردی هوا، باد شدید و نبود سرپناه آنان را نگران ساختند. زمین لرزه که همیت لرزید که همین قشلاق کلن هوا شده، خود شما که دیدیم. به شما که معلومه که زمین که لرزیده قشلاق کسی نمونده، هوا شده، قشلاق هوا شده. بسیار شهیدای دادیم، بسیار زخمی های داریم که ما به کلینیک های شخصی خبر نداریم که با کدو کلینیک ها. یعنی یک هفته شده ما از زخمی ها خبر نیم. همین جهالی هم بته همین دولخباد، همین طوفان پرته با ما کمک که میکنن، مواد غذایی کمک میکنن. مواد غذایی هم با ما غذای پخته کرده میارن. ما شهیدای دادیم، از گلو ما اینا پایین نمیرن. با ما یک خونه درست کنند، دقل یک کانکسی کنتینالی چیزی بیارن که اینجا سرد خیلی. ما به تیم خونه های گیلی بسیار به سختی زمستون تیر میکردیم، بسیار بخاری زومی داشتیم که آتش میکردیم، شو هم خستادیم آتش میکردیم. حالا به تیزی خیمه بزی سرما زمستون ده به جلو داریم. ما رد از هم با ما آرد کمک میکنه، برنج کمک میکنه، ایتا چیزای کمک میکنه میاره. آرده که اگه بارش کنه این ما چیکار کنیم؟ به تیزی خیمه که تر میشه دیگه به درد ما نمیخوره. همونی که کمک میکنه، هر تجاره غیر تجاره، هر برادر اسلام که کمک میکنه، همون رو نقدی کمک کنه به می مردم که بعد از وقت هم به درد من. هرچند روز شنبه 22 میزان هرات شاهد آرامش نسبی بود و زمین لرزه در آن احساس نشد، اما امروز یک شنبه 23 میزان حوالی ساعت 8 صبح امروز بار دیگر زمین لرزه شدید هرات را تکان داد که تعداد زیادی از خانه‌ها ویران، برخی از شهروندان زخمی و همچنان تعداد دیگر جان باختند. هرات عروس شهرهای افغانستان است، اما شنبه 15 میزان 1402 عروس شهرهای افغانستان در پی زمین لرزه شدید به ماتم نشست. تنها در ولسوالی زندجان ولایت هرات در پی این زمین لرزه بیش از 1000 تن جان باختند، بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند و هزاران خانه نیز با خاک یکسان گردید. همچنان تعداد زیادی از شهروندان هرات اینجا روبروی مقام ولایت هرات به خاطر نجات از خطرات احتمالی زمین لرزه آمدند تا شبشان را سپری نمایند.
روح الله دانش، تلویزیون جهانی دنیای نو، هرات.